حضرت علماء یک میگو ببینید خدا چنان قدرتمنده که زمین به همین پهنایش میلرزاند، تکان میدهد. الله میگه قدرت داره که ستاره هایی که میلیون ها کیلومتر در آسمان موجب میزند، روشنایی میتید، الله میگه ما او را در بالای شما روزه بشه که در درشه. یه جرم آسمانی ستاره اگر کاملا ای آسمان در زمین بیفته، ای زمین ما کلا نگرده. و اذا النجوم انکدرت، بیاد آره روز رای مردم که ستاره ها از آسمان به بالا تو میبارن. این آسمان حال آرام است، روز ناآرام میشود. روز چی؟ ناآرام میشود. ابرهای حلیم میبیان بالاتان، برف و باران میبارد. روز میشه که از درون این برف، از سینه این ابر آتش سنگ میبارد. و علی کل شیء. این ذکرهایی است که پیغمبر خدا خودشون میکردن. خب ربی اسألك خیر ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبحنا الملك لله. ذکر رسول الله. مسلم از ابن مسعود روایت میکند که رسول خدا هرگاه آفتاب غروب میکرد میفرمود خب روز را به شب آوردیم، خدا مالک آسمان و زمین است. اگر این حال روز رفت طرف شب رفت میگه شب که میشد، پیغمبر خدا سن مردم میگه مردم آگاه باشید که آستا روز آوردیم به شب رساندیم. بعد چی میگفت؟ خدا مالک آسمان و زمین است و هم برای خداست، هم برای خداست. جز الله الهی نیست، غیر الله خدای وجود ندارد، تنهاست، شریک ندارد. لا اله الا الله وحده لا شریک له که میگه همین است. خدا تنهاست، غیر خدای وجود ندارد، شریک ندارد. مالک حقیقی برای اوست، یعنی ملکیت همه آدم، پادشاه حقیقی، مالک حقیقی کی است؟ الله است. و ثنا و ستایش سزاوار ذات اوست. همه ثنا و شکر و سپاس ها سزاوار ذات پروردگار است. او برای همه چیز قادر و توانا است. بله خداوند بسیار مقتدر است. او چنان مقتدر و توانا است که توان و قدرت الهی را هیچ ابد قدرت دنیا اقلا یک زینه او را ندارد. قدرت او را من یک میگو ببینید خدا چنان قدرتمنده که زمین به همین پهنایش میلرزاند، تکان میدهد. آیا در دنیا کسی هست که قدرت داشته باشه زمین تکان بدهد؟ نه، این خاص الله. شما اگر ببینید بالفرض و تقدیر، الله میگه قدرت داره که ستاره هایی که میلیون ها کیلومتر در آسمان موجب میزند، روشنایی میتید، الله میگه ما او را در بالای شما روزه بشه که در درشه. یه جرم آسمانی ستاره اگر کاملا ای آسمان در زمین بیفته، ای زمین ما کلا نگرده. همه ستاره از زمین کلا نگرده. او را قرار خورده کرد نبیره. او مساحت و مسافه بسیار دوری که هست به این خاطر در چشم بسیار خورد میتواند. اذا الشمس کورت، قدرت نگاه کن. بیاد آن روزی را که آفتاب نورش بالکلی خاموش می شود. این قدرت الهیه. و اذا النجوم انکدرت، بیاد آن روزی را مردم که ستاره ها از آسمان به بالا تو میبارن. این آسمان حال آرام است، روز ناآرام می شود. روز چی؟ ناآرام می شود. ابرهای حلیم میبیان بالاتان، برف و باران میبارد. روز میشه که از درون این برف، از سینه این ابر آتش سنگ میبارد. این قدرت است. و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، باید آره روزی را که کوههای سر در فلک خدا هموار میکنه، مثل پشم ریسیده شده در حرکت میکنه. یه روز میخیده که بالای ماشینات که بالای نمیدونم باموت اینقدر خواب هموار، اون روز قیامت است. الله کوها را هموار میکنه. بسیار قادر و توانا است.
دیگر قدرت الله اگر شما بخوای بفهمه خلقیت خدا یک بار تصور کن که تو از چی آفرید. آب بگیری ببینیم خیلی انسان کرد. آیا تا این روز یکم کسی است که قطره آب بگیرم خیلی شکلی مخلوق بخوره؟ نه، این خاص الله است. تواناست. بارو الهی خیر این شب بعد از آن را از تو میخواهیم. این میشه یا مثلا هر خیر و خوبی هایی که در این شب میبینه خدا با همین شب از تو خیر میکنه. شر اگر بدی میاد پروردگار ما را از بدی های این شب میاد. ما نمیدونیم که در این شب بالای ما چی میبینه، خیر میبینه شر میبینه. ما در این شب گناه میکنیم یا معصیت یا که خیر خواهی میکنیم ولی نمیدونیم. حالی تا شما نمیدونیم چی گپ میشه و بعد از شام تا خفتن نمیدونیم چی گپ میشه و بعد از خفتن با چی تا سحر نمیدونیم چی گپ میشه. حالی تا همون شام شدن خدای ما را در صحنه خیر، حالی در صحنه خیر شدیم. الحمدلله خیر این است که ما در خانه خدا بگیم. حالی این بهترین ساعت‌های عمر من و شما است که حالی نمیشتگیم. بعد شما کجا میریم؟ حالی چیکار میکنیم؟ این برنامه حالی معلوم نیست. و بعد از آن را از تو میخواهیم. خدایا از شر این شب و شر بعد از آن چی به تو پناه میبریم. شر بدی که این شب بالای ما اگر بالفرض و تقدیر ما در تقدیر یکی از شما میشه یگان بدی آمدنی باشد، دعا بکنه که پروردگار از بدی شب شما را نگه داره. از بدی همین شبی که حاضر میبیاد بالا تو اگر آمدنی خدای از این بدی نگه ما بداره. لیکن خیرش یه لحظه باشه ثواب شد ما عطا کنه. خدایا همون دعای که از من خوندم، خدایا از تنبلی، پیری، پیری بدفرجام. ببین پیری هم یک دردی است. پیری فرسوده شدی که خدا را عبادت کردن نداری، خدا از چنین پیری پناه بده. وقتی انسان پیر شده دیگر فانی می شود، دیگر در لحظه های اخیر عمرش خدا را عبادت کردن نمیتونه، قوت عبادت نداره. از چنین پیری چی؟ خدایا پناه بده. از تنبلی هم یک کسلی بدی است. خدای تنبل ما نکن در عبادت. چنان نیرو و قدرت بوده که در وقت عبادت رنگی زنکا ناز نکنه. یا مرده که میگوی نماز بخون لباسون به نماز آی حیزی به نمازی حضر زنک باید بگه، لباس زنک باید به نماز نه لباس مرده. لباس مرده در ما حالت به نماز بشه رنگ زنکا حیز بگی. یا مردی که مشتری دیوال چه باشه میگه لباسون به نماز آی مال بود برست باری مسلمانی که برای عبادت خدا بگوی لباس به نماز آی همونجا میشینه نماز میخونه. بعد ایجانی برآمدگی ما چی میگم؟ لباس به نماز هم که باشه بیا بخونه قلم. لیکن خدا را توفیقی نداد است که بیا محمود به نماز ما قلم اجازه دادن بیا بخونه. توفیقی را خدا سلب کرده. ببین شر بالا اومده. گناه اومده خوش احساس نمیکنه. به نمازی بدترین گناهی خدا در چشم بعضی ها جلوش میتیه بعد عذر پیدا میکنه. بنده همان به که تقصیری خش عذر به درگاه خدا آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. اما چطور مشتری دیوال چپا میشوه نخود ساعت ها در کوچه ها لغلق کرده میتونی شیشته میتونی حیاوی کرده میتونی بدبخت وقتی نماز میشه صد عذر بید. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی بیمار شدن من بیماری رسول دین شب خواندم رسول الله همگی در عمر مبارک 3 نماز آمده نتونست. 3 نماز عصر شام خفتن تمام و این بنده بچه از دنیا گذشتن. همان بدر و دجا محبوب معبود برفتن پای او بر عرض میسود برای این نمان از بندگی ها چطور حیران به این شرمندگی ها. این شرمنده پیغمبر خدا وقتی جانش برا مسئله بود حضرت بلال مهرین اینمه کرد اینجا پشت این خانه پشت دیوال مسجد حجره رسول الله بود اینجا مهرینچه داشت. بلال وقتی اذان میگفت میامد پرده که اینمه میکرد سرش درون حجره رسول الله میآورد میگفت حی علی الصلاه حی علی الفلاح. همه حالت در رسول الله صلی الله علیه وسلم در جاگه مرگ جان مبارک برآمده ایستاده است. صدای جرنداستی بلال حیرسا گفت عباس گفت بلند شو گفت علی گفتی هم خیز گفت از کشام مرا بگیر مسجد بره.
حضرت عباس گفت یا رسول الله آخه شما با اون اندازه به قوت شدگی که دیگر قیام و رکوع و سجود کردن نمیتونه. گفت چگونه در همه جا من بستم که خدا من گفتم حی علی الصلاه، محمد نماز بیا، محمد نماز بیا. من برای همین درد پام همه جا به قوت من جان نماز رو بخونم. برای این نمان از بندگی ها، برای درد پاش از بندگی نمانده. چطور حیران به این شرمندگی ها؟ به نزد هر طعام پهلوانی روز شنبه یک شنبه ببین تجربه بکن چقدر صفحه نمازخوان زیاد میشه. برای چی؟ خبری آش نهار باید بشنوم. اینجا خبرچی میگه که فلان جا آش نهار است، سحر بعد نماز. برای همین معده که دلت مرکزی پرش میکنی بدبخت نیم ساعت پس میبری در حاجت خانه‌اش میپرتایی. برای همین را پر کردن پهلوانوار میایی. به نزد هر طعام پهلوانی با وقتی بندگی رنگیزن. روی کوها و عزمی بیل دسته به مسجد می شود پایت شکسته. دهخانه را ببینه می روند بیچاره‌ها در زمین ها میزنن ای صبح تا شما عرق ریزنده گرمی حرارت اینقدر میگرفتگی حاصلش این سال به این سال نمیرسه. حاصلی که در تابستان میگیرن دهقانا به این سال شبا نمیرسه. در این موسم چی؟ به آرد و گندم میماند. اما بهش بیای ای مسجد که بیایی حاصل مسجد بهش داره که هرگز تمام نمیشه. برای این میان شکستگی ایمان روی کوها به عزمی میل دسته و مسجد میشود پایت شکسته. ای بس شرم است که مسلمان مسجد نبیاید. ای بس شرم است که بچه مسلمان عاقل و بالغ دیوانه نیستی، کر نیستی، کور نیستی، شل نیستی، در بیرون نیستی نماز نبیایی. این ای بس شرم است. خب از تنبلی خدای نگهدار، از پیری بدفرجام و از عذاب جهنم و عذاب قبر به تو پناه میبریم. دو تا عذاب سخت در پیش داریم. یکی عذاب دوزخ، دیگری عذاب قبر. برای عذاب دوزخ رفتن اول عذاب قبر را باید ما بچشیم. اولین مرز، اولین گرانیت سرحد قبر است. برای جنت یا دوزخ رفتن تا درون قبر نداریم ما هیچ جای از اینا نمیریم. بنابراین یک میت میمرد، مرد است یا زن است، علما میگن حرکت کنید که اگر عصر مرد تا شما گروش کنید. چرا؟ سنت رسول الله. مرده که مرد حق مرده در خانهش استادن بعد از مرد تا همو کفن کردن و ششتن و قبرش کندن. همین قبر کنده شد، کفن پاره کرده شد، میت ششتگی باشه، دیگر شرط که 1000-2000 آدم جمع کنید. غیر امام 2 کس باشه جنازه کنش میشه. غیر امام 2 نفر دیگه باشه جماعت میشه جنازه را بکنه نگه نکن. چرا؟ مرده مومن یا مومنه، مسلمان یا مسلمان، مرد یا زن یا مومن یا مومنه باشه، همین که جانش از بدنش برآمد پروردگار دروازه ها رو پرده ها رو اعلام میکنه، جاش در جنت معین میکنه. میگه بنده خوش آمدی به این مقام مقدس. ولی ما یه چی میگه؟ سنی وارثاش عجلونی ای بچه های ما، فرزندای ما، قوم و جن دوستا، چرا ما رو مهان کرسونه اینجا؟ خداوند ما رو پتیافه جنت داد، از درای جنت کشاده است. چرا معلوم کرسونه؟ برید در خونه مالی در برام جنت شما برد اینجا در عذاب خدا گرفتار کرسونه. لقلقی که شما در برای مرده میکنید، داد و فریاد و روز کنی و مکنی و 2 3 5 6 زنه که شیطان جمع شاهیوی میکنن، شما به خاطر همونا مرا من کرسونه برای در خانه قبر مانه برام جنت بخی معنم نکنه. لیکن مردم چی؟ امام بسا بچهش ایرسی بلد گرفته است، مرده را 2 روز من میکنن. خدای نخواست زدشکش و سمالیات مرده را جمع میکنن، میده بچهش بیاد. از خود قبادیان و قمسنگیر نمیدونم دخترش روانه شده است، همین مرده در همجا بو گرفته ایستاده است، مانع جنازش نیست است، همین گرمی من میکنن، 50 درجه گرمه من میکنن مرده را که 20 دخترش بیاد. اما چه دخترش بیاره زنده میکنن، برای در خونه قبرش مونده دخترش اومده حقش دعا کنن، بچهش بیاد حقش دعا کنن. پروردگار از عذاب قبر و از عذاب جهنم چی؟ به تو پناه میبریم. و چون شب را بروز آورد و صبح میشد، دوباره خواسته خود را به این ترتیب تکرار میکرد
و میفرمود صبح کردیم خدایا مالک کائنات هستی. دوباره وقت اگر شب رسول الله صبح میکردن مبادا نمازی بامداد میامد من نمازم میخونسی مردم نگاه میکرد میگفت ای مردم الحمدلله خدا را شکر که این شب خدا جان ما نگرفت در اون جاگه باشیم جان ما بگیره در بری عروس خوابی جان تا بگیره در بری بچه عقل خوابی جان تا بگیره خبر بشوی خدایا شکر که ما را این شب ما روز کردی اکنون پروردگار را رزق و روزی ما نصیب کن شب ما روز کردن را کردی اکنون بر ما رزق و روزی نصیب کن باز پیغمبر این گفت تکرار میکرد زیرا که مالک کائنات تو هستی. خب درباره ذکر و دعاهای نبوی که در حال خوابیدن خواب حالت خواب در روز آدم نمیتونه شیشته ذکر کنه خواب برود در روی جاگهش هم خواب کنه خواب در جاگه هم جایز است تا خوابش آمدن 100 بار الله بگه به خوابش هم بیاد خواب رو تسبیح در جاگه چی از دست رفتد. عجیب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی خواب میکردن در روی جاگه اگر این خیلی آدم پیغمبر خدا تو خواب میرفت دست راستش زیر سرش بود بسیار وقت در این جای آرامش خواب میرفتن رسول الله چون که بالش نداشتن رسول الله سرش دائما در روی زمین بود بسیار وقت چی انمیجا شمیمون زیر همیجاش خواب میکرد پیغمبر خدا یعنی بالای انمیجا آرام جراس خواب کردن هم یکی از سنت بسیار وقت اینجا بود دست رو میخیر یا نمونه خواب میرفتن پیغمبر خدا که از بالا اگر نگاه میکردی در روی جاگهش نوشتگی بود محمد همین اسم ذات محمد نوشتگی بود همین خواب میرفتن که خودشان نقشی محمد میشن سنت خواب روی همین بود ما شما باید همین خواب بریم وقتی خواب من همین اگر برد بعد از دلی شب یه پالو گشتن دیگه اون در اختیاری خود نسیده حتی که رسول صلی الله علیه و سلم سنت خوابیدن هم بیان کرده یعنی چی پیش از آن که ما بخوام طهارت داشته باشیم دو رکعت نماز روزو بخونیم سیم بالای جاگه که وقتی میبرویم پروستین میپرتن با پروستین بسیار پروستین ها بعضش خیلی عجب مجق همون رو باید به دست ما خیلی بشکیم راست کنیم پیغمبر خدا دستون کنیم دستمال میکرم بالای جاگه چرا از سوزنی نباشه تارتنکی نباشه زنبوری نباشه برای بسیاری وقت جن ها خودشون در صورت چی تارتنک زنبور کرده میبین در جاگه های شما میدرایم مبادا همون باشه استحق بیرونش کنی اول به خوبی بگوش جن باشی ببرا جن باشه میبرا خودش اگر نه زنبوری عادی باشه میسته باز دست بگی اون پرد کجدومی هست زنبوری هست اون بدازه یک بار به خوبی بگو یا ایها الجن اخرج جن باشی ببرا از بخانه او میبرا و ما خلقت الانس والجن والانس الا ليعبدون الله میگه ما انسان و جن برای عبادت آفریده جن کافر باشه اگر ضرر میکنه مسلمان بگو اگر کافری مسلمانی ببرا لیکن اگر همون عادی یک زنبور یک چی باشه میگیری اوسش بعد از کارها را بخون بخواب کن ذکر چی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اوی الى فراشه قال بسمك اللهم اموت و احیا ببین دعایی که رسول الله پیش از خواب میکرد اینی میگفت چی با تاجیکی هر گاه میخواست بخوابد پیامبر صلی الله علیه و سلم در بستر خود میفرمود برو خدایا به نام تو زنده میشم و به نام تو میمیرم خوابم برادر مرگ است همین انسان وقتی خواب میرود گویا مردگیه نگاهش کن میگی مردگیه بعضی خورمای هستن که میخوام بپرون دهانم خیلی واز است میگوی دین مردگیه اگر باز نگهش میگی بپرون خوبا مثلا دهانم خیلی واز خواب است میگی دین مردگیه که شخصی است اما نه خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگفتن پروردگار را به نام تو همین خواب ما شروع کردن زندگی مونم به نام تو اصلا مرگ مونم اذا اوی احدکم الى فراشه لیقل بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه این امسکت نفسی فرحمها و این ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه یکی از شما اراده نماید که در بستر بخوابد بگوید به نام تو خدایا
پهلوام را بر زمین گذاشتم. همینجا که خواب میروم این پهلوی راست کتی و پروردگار تو شهید باش که من خواب میرم. خدا را اول شهید کن، خدا را کفیلت کن، بعد خواب برو. جنهای ضرر آور میبیان، وقتی کفیل تو الله راست دیگر چی؟ اونا ضرر کردن نمیتونن. بنامی تو خدای پهلویم را بر زمین گذاشتم و بنامی تو از زمین بلند میشوم. خدایا فردا صبح بنامی تو همجای خستی بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. همونجا که یکم بار خستی خیزه که دیگر بلند میشم. اگر جانم را گرفتی به آن رحم فرما. خدایا اگر همیشه جانی من را تو بگرفتی در حال مهربان باش، رحم کن. اگر آن را برگرداندی از بلای دنیا محفوظش فرما و آنچه که بندگان صالح را به آنچه محفوظ می‌داری. پروردگارا همیشه اگر جان مرا گرفتنی باشی، خدایا مخوام جان نبودی که خودم احساس نکنم. در گرفتن جان مهربان باش، زیرا جان دادن لازم است برادر عزیز. جان دادن آسان نیست. حالا یک کسی ببینی که میبره به میگه یه نفس برآمد جانش آسان برآمد. تو نمیدونی جانی آسان برآمد یا قیم برآمد. جان دادن آسان نیست. جان دادن این معنا داره که انسان باید زنده پوست شیطانش رو بکشن میگیره. این بازی ندارد. اگر خدایا جان مگیری در حال رحم کن. اگر پروردگار جان من نمیگیری و مرا زنده میمانی تا سحر، چیکار کن؟ از بلایی که در دنیا میبینی چی؟ ما را از این بلاها محفوظ می‌دار. مثل بنده های صالح ما را در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت میکن. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام